جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. قصه یک مرد فقیر و تربوز فروش. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام، فقیر به نزد تربوز فروش رفت و گفت: یک تربوز برای رضای خدا به من ده. فقیرم چیزی ندارم. سوداگر تربوزها را یک یک از نظر گذرانید و از میان یک تربوز خردی نظرناگیر را به فقیر داد. فقیر نگاه به تربوز کرد، چون دانست که هیچ امکانی خوردنش نیست. مقدار پولی که در جیبش داشت به تربوز فروش داد و گفت: به همین مقدار پول تربوز ده. تربوز فروش تربوز خیلی خوبی را برداشته بر او داد. فقیر هر دو تربوز را به سوی آسمان بلند کرده گفت: خدایا، بنده ات را ببین. تربوز میده و ناخوب را به خاطر تو داده است و تربوز خوب را به خاطر پول. قصه خیلی قصه کوتاه است، ولیکن یک درس بزرگ برای ماست. این را بدانیم که هر مالی که صدقه می دهیم باید ارزش داشته باشد. باید مالی که باشد که استفاده بردنش ممکن باشد و این را فراموش نکنیم. این ارزشی که در مال است روز قیامت بر ما برگردانیده می شود. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.